در جمهوری تاجیکستان همساله سنه 11 مارت همچون روز مطبوعات تاجیک قید کرده می شود. در این سنه سال 1912 نخستین روزنامه صفر تاجیکی با نام بخارای شریف از چاپ برآمده است. بخشیده به 114 سالگی روز مطبوعات تاجیک در تالار خرد مهمانخانه سعودیان با اشتراک دایره وسیع روزنامه‌نگاران و سابقه‌داران ساحه جمع آمد تنتنوی برگزار گشت. ضمن ارائه نامه شادباشی رئیس ولایت با مناسبت روز مطبوعات تاجیک تاکید گردید که نقش و مقام واسطه‌های اخبار عامه در حیات جامعه معاصر بسا نظررس بوده، آن به تشکل افکار جامعه تأثیری مؤثر می‌رساند. دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت محض با دستگیری و توجه و پشتیبانی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ژورنالیستیکی تاجیک در همه سمت‌ها رشد و تکامل یافته فضای اطلاعاتی کشور را به طور نظررس پررو می‌سازد. اگر به صفحه تاریخ دیروز و امروزی ژورنالیستیکی تاجیک نظر افکنیم، آن 114 سال است که ارزی هستی دارد. تاریخ پیدایش و رشد و تکامل مطبوعات در ولایت سوخت تاریخ نزدیک یک عصر داشته. اولین روزنامه در ولایت سوخت با نام راه کالخوزچی 25 مارس سال 1930 درج گردیده است که در مرحله‌های گوناگون چندین مراتبه نام خود را عوض نموده امروز با نام حقیقت سوخت چاپ می شود. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت جهت بهتر نمودن دسترسی به اطلاعات، انعکاس سریع رویداد و واقعه‌های دور و بهتر نمودن فضای اطلاعاتی ولایت، سه روزنامه ولایتی حقیقت سوخت، سگدیسک پراودا و سوخت حقیقتی و اینچنین مجله‌های پیام سوخت و کمال خوجندی درج می‌گردد. در صحیفه‌های روزنامه و مجله‌های ولایتی ترنم وطن و سعادت وطنداری، تحکیم صلح و ثبات کشور، وحدت و یگانگی، رشد اقتصادیات و اجتماعیات بازتابی دارند. واقعا هم روز 11 مارس برای تمام روزنامه‌نگاران جمهوری یکی از روزهای مبارک است، زیرا ما روز مطبوعات تاجیک را با تنتنه جشن می‌گیریم و واقعا هم در زمان صاحب استقلالی کشور رشد به سابقه ژورنالیستیکی معاصر تاجیک مشاهده می شود و این هم پیش از همه سهم حکومت جمهوری تاجیکستان و آماده نمودن فضای مساعد بر رشد تمام ساحات کشور می باشد. و امروز من فکر می کنم که ژورنالیستان چون نفران پیشگام جامعه در ترغیب سیاست خردمندانه حکومت جمهوری تاجیکستان، در ترغیب هویت و خویشتن‌شناسی ملی سهم باسزا دارند و در آینده نیز ما همین رسالت اصلی خود وطنداری خود اجرا خواهیم کرد. در ولایت سوخت بیش از 100 روزنامه مجله، زیاده از 30 عدد تلویزیون و رادیو موجود بوده. در تمام شهر و ناحیه تشکیلات و مؤسسه‌ها، سامانه‌های رسمی و صحیفه‌ها در شبکه‌های اجتماعی فعالیت با نظام دارد. در جمع آمد ایدانه به گروه کلان روزنامه‌نگاران، سابقه‌داران ساحه، سپاسنامه و تحفه‌های پولی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت سپاریده شده. برندگان جایزه بخش سعودی اتفاق ژورنالیستان با نام حاجی صادق در بخش‌های تلویزیون و روزنامه و وب ژورنالیستیک معین و با دیپلم سرفراز گردانیده شدند.